خصوص استقلال تهران شکل دیگری به این تیم در این فصل از فوتبال کشور داده. اجازه بدید اولین حرکت رو ببینیم. موقعیت هست برای استقلال تهران و ضربه‌ای که میتونست محسن کنان زیاد بود در این مدت. یه شوت از راه دور، فرصت است برای استقلال اهواز. حالا موقعیت دارن برای باز کردن دروازه، از روی خط توپو میکشه. در خطاها 4 تا استقلال تهران، 2 تا استقلال اهواز داشته. یه فرصت توی دروازه امیرحسین صادقی اولین گل استقلال در فصل جدید رو به ثمر میرسونه. استقلال 1، استقلال اهواز 0. چندین منطقه از زمین انجام میشه امیرحسین و این سانتر قشنگ از محمد نوازی که استاد این سانتر هست و خیلی خوب این توپا رو میفرسته. شیری موقعیت خوبیه برای بیگدلی، باز هم دریبل میزنه، عالی کار میکنه بیگدلی و توپو توی دروازه جا میده. عمقی و سریع آرش برهانی که با حرکات فیزیکی و قدرتی محسن بیاتینیا سانتری دروازه. یه فرصت برای گل دوم اهواز، خطرناک بود. آرش برهانی بازیکن پا به توپ پیش، با این توپ چه کار خواهد کرد؟ بیاتینیا، جباری، برهانی، یه ضربه. عجب کار تاکتیکیه، زیبایی بود که استقلالی انجام میدن. میداودی پاس توی عمق، فرصت خوب استقلال اهواز هست و گل دوم که به ثمر میرسه. گل دوم برای استقلال اهواز. شاید در مقابل اهوازی ها قرار بگیرن. یه فرصت هست، یه ضربه و توی ضربه گل دوم و گل مساوی با ضربه آرش برهانی ثمر میرسه. داخل اجازی نفس راحت، فرزشگاه آزادی باز هم به وجد میاد. نگاه کنیم، باز هم نوازی میزنه و این بار برهانی توپ باز هم میداودی اذیت کرده خط دفاعی استقلال تهران رو، خودش مستقیم میزنه و باز هم طالبلو توپ رو به کورنر زد. یه اشتباه، فرصت برای بیاتینیا، حالا موقعیت هست، ببینیم چه کار میکنه برهانی، ضربه رو میزنه به تیر دروازه میخوره. رفی رمضانی یه پاس عالی میندازه، فرصت برای استقلال اهواز، حالا ضربه رو میزنه از این طرف، یه شوت قشنگ این بار از اهواز. منی حرکت زیبایی و فرصت از ضربه رو میزنه، میره توی دروازه میثم منی دروازه رو باز میکنه و نتیجه 3-2 میشه. عین نتیجه‌ای که دیروز پرسپولیس گرفت در مقابل خوزستان، حالا استقلال میگیره، این بار در مقابل استقلال اهواز. استقلال برد، مساوی کرد. فعلا استقلال تهران تیم پیروز مسابقه است. میثم منی بلاک میشه توپ و با برگشت شوت پایان بازی یک تماشاگر استقلال هم به وسط زمین رفته. حالا جالبه، حرکات جالبی من خوش انجام میده، البته هرگز این حرکات توصیه نمیشه.